امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی راه میافتند. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. جان خودشون رو سپر قرار دادن برای اینکه دست این بدخواهان و این خبیثها به حرم اهل بیت نرسه. لذا شأن اینها شأن بسیار بالایی است. این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه. بابا زود یا زود سعی و سالم باید بست. حتما اگه زخم زیلی شده چی؟ قدم به قدم تاریخ انقلاب اسلامی از این شگفتی‌های تاریخ ساز به خود دیده است. شگفتیست اینها. داد بزنم اقلیان داد بزنم بگو تا همه عالم بفهمن قیمت نداره. خب به خانواده چی گفتنی داری؟ مطمئن باش تو شهید میشی؟ مطمئن باش. قبول نمیداشی؟ چرا داری؟ پیدا منه به خدا نمیارزه به هیچ قیمتی بود دل دیگه بر نگرده. عقده توی قلبم بود آخه بابا پای کارنامه‌مو امضا نکرده. دل پر درده حالا بگو قیمت شد شبایی که میلرزم و میترسم و بابا بی حاصلم و تنم دیگه استی برا بازی با عروسکم نیست. اینقدر نوشتم من اسمشون روی دفتر و کتابم دیگه جا نیست. عشق قیمت نداره. ما سینه زدیم بی صدا باریدن، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر می‌رسیم. آقا ما داخل شهریم، ممنون شد.